سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه بچه‌ها. امیدوارم که این ویدیوها به دردتون خورده باشه. خب امروز میخوام 3 تا تمرین بهتون بدم. البته یکیش بیشتر شبیه بازیه، تمرین حس. با چند تا از بازیگرا، با چند تا از دوستانتون، حالا 2 نفره هم میشه این کار انجام داد، 3 نفره 4 نفره که خیلی عالی تر میشه. روی کاغذ یه سری حسا رو بنویسید، یه سری اتفاقات رو بنویسید، مثل گرسنگی، تشنگی، غمگین، گریه، عصبانیت، ناراحتی. یه سری از این حسا رو بنویسید روی کاغذ، بعد اینا رو بندازید توی ظرف و دور این ظرف بشینید. حالا یکیتون قرعه بندازه و یکی از اون کاغذها رو ورداره. بدون اینکه اشاره مستقیم کنید به اون نوشته، سعی کنید حسشو بازی کنید. یعنی اگه گرسنت بود مثلا نگو، مثل پانتومیم نگو، نه، سعی کن یه جوری بازی کنی که آدم ها بگن گرسنگی، عصبانیت، یه جوری بازی کنی که مثلا تابلو نکنی. بچه‌ها احساس و حس یک انرژیه. سعی کنید انرژیشو بازی کنید که آدم ها بتونن حدس بزنن که الان حستون چیه. این خیلی بازی جذابیه و خیلی به بازیگریتون کمک میکنه، به تربیت حستون کمک میکنه. و اما دومی، خب یه لحظه وایسین بچه‌ها. ما توی زندگی عادیمون وقتی داریم با هم صحبت میکنیم همیشه یه سری کارا هم انجام میدیم همزمان با صحبت کردنمون، ولی نمیدونم چرا وقتی که میخوایم دیالوگ بگیم یادمون میره که باید همزمان با دیالوگ گفتن زندگی کنیم و کارامون هم انجام بدیم. برای تمرین این کار چی کار باید کنیم؟ یه مونولوگ رو به وجود بیارین یا انتخابش کنین. برای هر جملهش یک کاری برای خودتون درست کنید، یک میزانسنی رو به خودتون بدید. مثلا تو جمله اول میرم آب و ور میدارم و میخورم و جمله‌مو میگم. تو جمله دوم مثلا با انگشترم بازی میکنم. تو جمله سوم ساعتمو باز میکنم. تو جمله چهارم جورابمو در میارم و حرفمو میزنم. تو جمله پنجم برای خودتون کار به وجود بیارید. تمرین کنید و شروع کنید با میزانسن همزمان دیالوگ هاتون رو بگین و میزانسناتون هم اجرا کنید. این کار خیلی به بازیگری شما کمک میکنه بچه‌ها. و اما سومی، تمرین میزانسن در سینما. ببینید بچه‌ها، توی سینما به دلیل اینکه دوربین هست و این دوربین نقطه فوکوس داره و وقتی شما یه جا قرار میگیرین، اگر عقب‌تر یا جلوتر قرار بگیرین از نقطه فوکوس خارج میشین، یا دوستان طراحی نور میکنن بر اساس جایی که شما وایسادین یا کجای قاب، چپ، راست، عقب، جلو. این نقطه‌ای که درونش قرار میگیرین خیلی نقطه مهمیه به لحاظ میزانسنی. به خاطر همون مونولوگی بود که توی دومی بهتون گفتم با میزانسن تمرین کنید. روی زمین یک جاهایی برای خودتون با چسب زبدر بزنید. مثلا اونجا رو بزنید، اینجا رو بزنید، اینجا رو بزنید. بگیم مثلا جمله اولمو وقتی میگم بدون اینکه نگاه کنم به ضربدر، خیلی حسی باید این کار رو انجام بدم. دارم همین که حرف میزنم حرکت میکنم و میرم، جملم که تموم شد روی اون ضربدر میایستم و من برمیگردم سر جای ضربدر خودم. جمله دوم اول اونجا گفتین، حالا حسی ضربدر دوم اونجاست. باید نگاه کنید به بالا و حرکت کنید و دیالوگ دومتون رو بگید و برید روی اون ضربدر وایسید. نگاه کنید ببینید آیا روی ضربدر وایسادین. اگه دیدین نه، یک بار دیگه برگردین. برای خودتون نقطه گذاری کنید و با چسبم بزنید که میتونید، مثلا الان من دارم به شما نگاه میکنم، زمین رو هم همزمان میبینم. خب حرکت کنید و به سمت ضربدرها برید، روی ضربدرها قرار بگیرید. اینجوری مشکل میزانسنتون هم توی سینما حل میشه. فراموش نکنید بچه‌ها، مادر تمام مهارت‌ها تمرینه. انقدر تمرین کنید که عادی بشه براتون. ممنونم. امیدوارم که روی پرده سینما خیلی از شما رو ببینم. موفق باشین.